چی شده؟ نینی داره، نینی نداره، شکمش گندالو میشه، میمیاش نه معلوم میشه، گندالو میشه. بعد دیدیم آره بزن نینی داره، بزن نینی کشولو مشولو داره. فهمیدیم نینی داره، هی نازش کردیم، بوسش کردیم، غذاهای خوشمزه دادیم خورد، گوشت دادیم، مرغ دادیم، سوپ دادیم، غذا خشکای گلون دادم نه صدای پمپه، نگران نباش شما لالا کن. آره هی دادیم تا امروز صبح، یعنی تا دیشب اینجوری بگم. یه های دیدم ویزه اومده این گوشه هی کز میکنه، استخوناشو نمیخوره، موقعشو نمیخوره. گفتم خدایا ویزه خانم چرا اینجوری شده با این نینی های خوشگلش. گفتم حتما باید نینیاش به دنیا بیاد. گفتم خب بذار من مراقبش باشم بهش غذا بدم. دوباره ویزه خانم ما غذا نخوردش. پس من دیگه فهمیدم که حتما ویزه خانم نینیاش میخوام بیاد، چون ویزه خانم هیچ وقت غذاهاش نمیگذشت. بعدش هیچی دیگه، هیچی. ویزه خانم قصه ما صبح ساعت 5 این نینی کوچولوشو به دنیا آورده. این سفید گلیه که فکر کنم گل پسر خوشگله. این گل پسر ما اومد بعدش بعد 1 ساعت و نیم 2 ساعت یهویی دیدیم این گل دختره اومدن. البته هنوز مطمئن نیستیم دختره یا پسر. وسط زایمانم که همش ویزه خانومی همش به من میگفت منو ناز کن، دلمو ناز کن، صورتمو ناز کن، پاهامو ماساژ بده، من درد میکنه دلم. منم میگفتم باشه چرا ناز نکنم، همیشه ناز میکنم. تو همیشه دوست خوب منی، تو همیشه قشنگ منی، من همیشه مراقبتم. گلفت ویزه خانوم همش نینیاشو داد من بغل کردم، داد من ناز کردم، دادش من گبر کردم نینیاشو. بعدم همش لفتیش کرد، آب خورد اومد. آره اینطوری. بزن نمیخوای لالا کنی؟ الان من هی من میگی نرو لالا کن دیگه ماما. قصه گفتم برات، قصه خودتو گفتم ماما. بابا خاموش کنم. صدا کی بود؟ صدا من نبود من نیزه. فهمیدی